میگم نامه نوشتم به امام، 2 تا خواسته داشتم. یکی این که آقا جان یکم پول از پولای شما پیش منه، میشه من اینو مصرف کنم؟ یکم این که برام دعا کنید. عبارات نامه حضرت ببینید آدم باورش نمیشه که امام معصوم اینقدر لطیفه، اینقدر مهربون. حضرت فرمود که پولی که گفتی پیشت میخوای خرج کنی بیشترشو برات میفرستن، قابل تو رو نداری. اما در مورد دعایی که خواستی عجیبه واقعا. ای علی ابن مهدیار، تو نمیدونی کیف جعلک الله عندی، نمیدونی چقدر من تو رو دوست دارم، یعنی خیلی دوست دارم. دعات کنن، بارها شده تو رو با اسمت دعات کردم، من تمام توجهم به توه، از محبت من بیخبری. امام که میگم قربون صدقه میره، میفرماد خدا محبت منو به تو افزایش بده، من از تو راضیم، خدا ازت راضی باشه، خدا حفظت کنه، خدا بلا ازت دفع کنه. بعد این جمله آخرش منو کشته، میفرماد و کتبت به خطی، ندادم کاتبم بنویسه، خواستم دستخط خودم رو داشته باشی، هر بار این نامه رو باز میکنی بگی امام جواد ببین چی گفته به من. جا داره که شیعیان بمیرن از عشق اهل بیت. این امام معصومه که واسه شیعش داره میگه. مولای ما نوه همین آقاست. اگه اینجا نشستیم مضطر امام زمان نیستیم چون نمیدونیم چی از دست دادیم. ای کاش ما امام زمان رو میدیدیم. ما محرومیم از دیدار امام زمان. ما یتیمیم. یتیم اون کسی که امامشون نمیبینه.